زمانی که ایران شد آباد، به تک تک شهران نامه داد. بپرسیدشان گفت بیرنج کیست، به هر جا درویش و بیگنج کیست. پاسخ دادن درویشان ای بهرام پادشاه ایران، مشکل حل شدن همه از دم، داریم فقط رامشگر کم. می میزنیم خون سوت و کوره، انگار نه انگار جشن و سوره. بهرام که شنید خندید و گفت تنتون بمونه با خرد جفت. پس نام زد به شنگل هندی، گفت شنگول باشی همیشه بخندی. بفرست 2000 بربط زن، از لوریان هم مرد هم زن، تا ایران بشه از آواز شاد، بشه همه دلها از غم آزاد. بدو رفتش نام رسونی، اومد گفت درود شنگل هندی از شاد. اومده شنگل گفت به چی خوش اومده، پیغام چیست؟ کسندش کیا ہے؟ به ایران بفرست 2000 لوری، پولش هر کی بود میدیم یه جوری. شنگل خندید و گفت حتما 2000 لوری جمع کردن، را افتادن اومدن به ایران، خوشحال و شاد و غزل خان. भारत से चले फारस की ओर, गीत बने घर राह बनी डोर. लूरिया تا که رسیدن به ایران, بهرام گور اومد به ایوان. فرمان چنین است تا بهر کار, بدید زمین و گاو و بز بیشمار, که با این کار گردن بی نیاز بزنند رایگان همیشه ساز. سال برگشتن لوریان, خواستن روزی باز رایگان. گفتن ما گاو و بزرا رو خوردیم, کشاورز که نیستیم چیزی نکاشتیم. ای بابا بهرام برآشفت از این کارشون, نیست کشاورزی سزاوارتون. آخرش چی شد بهرام گفت, سوار الاغ شید برید از اینجا. راه شد باز جاده دراز, پخ شدن تو دنیا فقط زدن ساز. घर छुदा तो क्या गीत बना ठिकाना, चलते रहे हम राग ही पुराना.